ازتون میخوام با دقت گوش کنین. در 15 مارس 2014 دو دانشجوی هلندی سوار هواپیمایی از آمستردام به کاستاریکا شدن. مثل هر دانشجویی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، کریس کرامر 21 ساله و لیزان فرون 22 ساله دانشجویای هیجان زده ما بودن که آماده بودن بعد از فارغ التحصیلشون دنیا رو ببینن. این دو نفر زمان خیلی قابل توجهی و صرف پس انداز کردن پول میکنن و میخواستن از این تعطیلات به عنوان بخشی از سال تحصیلی خودشون لذت ببرن و زمانی که به کاستاریکا میرسن برنامه سفرشون کاملا پر بوده و برنامه‌ای برای لذت بردن و پیوستن به گروه‌های محلی و یه سری اتفاقات جالب که فقط توی روستاها و بخش خیلی کوچیک از مثلا اروپا میفته یا آمریکا می‌خواستن برن بپیوندن عضو این ایونت‌ها و اتفاقات شن و کلی تجربه‌های هیجان انگیز و جدیدی رو کسب کنن و ازش لذت ببرن. از کاستاریکا اونا از مرز جنوبی به کشور پاناما ادامه دادن و قبل از عزیمت به مقصد نهایی خودشون یعنی بوکت که در داخل کشور بود توقف کوتاهی در بوکاس در دلتورو نزدیک ساحل داشتن. این دو تا دختر به قدری فعال و دخترای کلا خوبی بودن که اگر از غذاها لذت نمی‌بردن، از ایونت‌ها لذت نمی‌بردن یا از فضایی که بوده و نوشیدنی‌ها و اتفاقات به طور کامل نمیتونستن لذت ببرن، میرفتن و به یه دونه مدرسه اسپانیایی میپیوستن و به طور داوطلبانه یه جورایی میشه گفت کار میکردن و هیچ پولی دریافت نمی‌کردن و صرفاً برای این بوده که از زمانشون به درستی استفاده کنن و کمکی هم به مردم و افراد کرده بوده باشن. لیزان و کریس هر دو به تازگی از دانشگاه‌های مختلف هلند، جایی که هر دو تاشون زندگی می‌کردن، فارغ التحصیل شده بودن. هر دو تاشون دفتر خاطرات روزانه داشتن و به عنوان زنان دانشگاهی باهوش و معمولی توصیف می‌شدن که به دنبال یه جورایی تعطیلات خوب برای استراحت بودن. با این وجود در 29 مارس بعد از ورود به بوکت، اونا با یه خانواده میزبان که برای مدتی اقامتشون رو ترتیب داده بودن زندگی می‌کردن و ساکن شده بودن پیش اون افراد. و خب این دخترها با خودشون یه دوربین قدیمی داشتن و با این دوربین کلی عکس و فیلم میگرفتن از جاهایی که میرفتن، غذاهایی که میخوردن، گلهایی که میچیدن و کلا از طول سفرشون یک سره با این دوربین عکس برداری و فیلم برداری میکردن. اما یه کاری که این دخترها توی تو دو لیستشون گذاشته بودن به قول خارجی‌ها، یا همون یه لیستی که اینجوری چیزا رو داخلش چک میزنن و باید انجامشون میدادن، دیدن مسیر و مناطق پیاده روی اطراف بوکت بوده، یا همون روستای شهرستان کوچیکی که داخلش اقامت داشتن. برای همین چند روز بعد این دخترها در اول آوریل با تاکسی تا اوایل مسیر پیانیستا میرن و اونجا پیاده میشن. یه مسیر 8 کیلومتری در اونجا وجود داره که کاملا شناخته شده است و تنها مسیریه که برای رسیدن به قله وجود داره. با اینکه کاملا شناخته شده است و یه جورایی میشه گفت ایمنه، اما همیشه یه امای خیلی بزرگ وجود داره. اون اما اینه که یه شیب خیلی تندی داره اینجا و گاهی اوقات به خاطر بارونهایی که میادش زمین اونجا گلیه و یه جورایی این مکان رو به یه جای خطرناک تبدیل کرده. با این حال این دخترها تصمیم میگیرن که در ساعت 11 صبح پیاده روی خودشونو شروع کنن. این دوتا دختر تصمیم میگیرن که کلا یه دونه تاپ و شلوارک بپوشن و یه کوله پشتی سبک با مقداری آب و دوربین و به احتمال زیاد مقداری تنقلات همراه خودشون بیارن که نشون میداد انتظار یه دونه پیاده روی خیلی کوتاه رو داشتن این دخترها. عکسایی که این دخترها با دوربینشون گرفته بودن به نظر میرسیده که طبق برنامه همه چی پیش رفته و کاملا به راحتی به قله رسیده بودن، ولی بعضیا باور داشتن که این عکس‌ها فتوشاپن و یا این دخترها توی این عکس‌ها خیلی مضطرب به نظر میرسن و گفته شده بود که این عکس‌ها توسط یه شخص ثالث یعنی یه آدم دیگه گرفته شدن. و الان بذارین هنوز ذهنتون رو درگیر نکنم و به ادامه داستان بپردازیم و بیشتر تو مراحل براتون توضیح میدم که چه اتفاقی افتاده. ولی خب داخل این عکس‌ها اینطوری به ما نشون داده میشه که سرانجام بالاخره به قله میرسن، جایی که با منظره پشت سرشون هم سلفی میگیرن و این عکسو به ما تحویل میدن. الان این دخترها توی مسیری قرار دارن به نام ال میرادور که معمولا جایی که کوهنوردا دور میزنن و به سمت بوکت برمیگردن، چون هیچ مسیر دیگه‌ای وجود نداره و مجبورن که برگردن و دوباره به سمت بوکت بیان. ولی با توجه به چیزهایی که ما توی تصاویر داریم میبینیم، این دخترها به نظر میاد که از مسیر و از بوکت خیلی دور شده بودن و از چیزی که بهش میگفتن تقسیم قاره‌ای خیلی دور شده بودن و الان به سمت جنگل رفته بودن و
توی مسیر جنگل قرار داشتن. منابعی که در اختیار من هست و اطلاعاتی که راجع به این پرونده دارم اینه که این دوتا دختر در مورد این مسیر و جایی که داشتن میرفتن به خوبی اطلاعات داشتن و تحقیق کرده بودن، بنابراین میدونستن که کجا باید دور بزنن. ولی تئوری هایی که راجبش هست اینه که شاید این دو نفر یا هنوز خسته نشده بودن و دومین تئوری که هست اینه که میگه شاید احساس میکردن هنوز چیزهایی وجود داره توی مسیر که ارزش دیدن داره و شاید طبیعت بکری پشت این داستانا بوده، برای همین به مسیرشون ادامه دادن. صرف نظر از نحوه تصمیم گیری این دو نفر، این دو تا دختر به جایی میرن به اسم کارائیب پاناما که یه مسیری بوده که همه به این باور بودن که این مسیر برای کسایی که یا آدم قاچاق میکنن یا مواد مخدر جابجا میکنن و یا کلا دزدا و قاتلا و متجاوزا توی این مسیر قرار دارن و کلا آدما رو خیف میکنن. ولی خب مردم محلی خیلی به این باور نداشتن و بیشتر به این باور داشتن که آدمای معمولی با گله های گاوشون از اونجا عبور میکنن و هیچ چیز خطرناکی توی این مسیر وجود نداره. تصویر 505 کیریسو در حال عبور از دره‌ای درست بعد از قله نشون ما میده که این مکان توسط دیگران که این مسیر رو پیمودن تایید شده و چند ثانیه بعدش تصویر 506 گرفته میشه که دیوارهای دره رو به ما نشون میده و حدود 30 دقیقه بعد از اون دو عکس آخر گرفته میشن که کریس در حال عبور از یک رود به ما نشون داده میشه. تصویر 508 اونو در حال نگاه کردن به دوربین به ما نشون میده و این آخرین عکسیه که تایید میشه توسط این زنا گرفته شده و اینجا جاییه که داستان تازه به سمت تاریکی میره و قرار همه چیز از اینجا خیلی بدتر بشه و قرار چیزایی بهتون بگم که اصلا باور کردنش براتون واقعا سخته. سلام بر عزیزای دلم، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدید. اول از همه بهتون بگم مرسی اینکه روی ویدیو من کلیک کردین و جاتون توی قلب منه. دو اینکه انقدر این داستان قرار عجیب و غریب بشه و انقدر قرار چیزای واقعا باور نکردنی راجبش بشنوین که خیلی قرار ناراحتتون کنه، چون اصلا نمیخوام خیلی صحبت کنم راجبش. صرفا خواستم بگم که ویدیو رو یه لایک و ساب بکنید که اگه دوست داشتین بعداً حتما دوباره بیاین و ویدیوهای ما رو تماشا کنین. عاشقتونم خیلی زیاد، نمیخوام بیشتر حرف بزنم. بزنید بریم سراغ ادامه ویدیو. در 2.5 ساعت آینده‌ای که این دختر در پیش رو دارن یه اتفاق خیلی بدی برای این دوتا دختر میفته. اون اتفاق اونقدر بده که مجبور میشن با 112 تماس بگیرن. 112 همون سامانه 110 خودمونه یا فوریت‌های پزشکی و موقعیت‌های اضطراری توی آلمان و داچ به اصطلاح میشه گفت به جای 911 امریکای 110 ایران از 112 استفاده میکنن و در ساعت 4:39 بعد از ظهر با آیفون کریس با 112 نسخه هلندی تماس میگیرن، اما به دلیل آنتندهی ضعیف هیچ ارتباطی برقرار نمیشه. 12 دقیقه بعد باز هم تلاشی از طرف گوشی لیزان برای برقراری تماس با 112 میشه که یه موبایل سامسونگ بوده، ولی این بار هم تماسی برقرار نشده بود. حدود 1 ساعت بعد هر دو تا تلفن کلا خاموش میشن و در روزهای بعد حدود 7 بار با 112 تماس گرفته بودن این دو تا دختر. در همین حال در بوکت مادر خانواده‌ای که میزبان این دخترها بودن، خانم میریام گوئرا، که متوجه میشه خیلی وقت از رفتن این دخترها میگذره ولی خیلی بهشون توجهی نمیکنه، چون توی بوکت مثلا رسم بوده که بچهای دبیرستانی یا کلا دانشجو تا دیر وقت بیرون میموندن، اشغال میکردن و خب بالاخره از زندگیشون توی جوونی داشتن لذت میبردن و یه ذره جو اونور با اینور که میشیم ما ایران و خاورمیانه فرق میکنه و خیلی توجه نمیکنم بهشون. من خودم واقعا دیر بیام شب خونه، دیر میام مثلا 2 اگه بیام با اونجوریه که چیکار میکنی، خجالت نه. ولی صبح روز بعد در 2 اپریل همون آقایی که یه توری رو با هم قرار گذاشته بودن که یعنی هم آقایی که بردشون رسوندشون قرار بود فردا صبحش بیاد دنبال این دخترها، ولی متوجه میشه هیچ خبری از این دخترها نمیشه و ساعت از 8 صبح میگذره. برای همین کلی نگران این دوتا دختر ما میشه. Miércoles a las 8 de la mañana les fui a buscar, no las encontré y ya al darnos cuenta que no habían dormido en su casa donde habitualmente estaban con la familia. و بعدش این آقایی که مسئول تور بوده میره به خونه‌ای که این دخترها داخلش اقامت داشتن و متوجه میشه که دخترها اونجا نیستن. برای همین به خانواده دخترها زنگ میزنه در هلند و بهشون میگه که دختراتون گم شدن و ما هیچ خبری ازشون نداریم. برای همین چند ساعت بعدش خانواده میرن داخل هلند، به پلیس گزارش میدن و همین آقایی که مسئول اون تور بوده میره در بوکت و به پلیس محلی اونجا اطلاع میده. گروه‌های کوچیک خصوصی شروع میکنن به گشتن و کلاً
کسایی هم که مثلا آدمای دیگه هم توی تور بودن شروع میکنن به گشتن دنبال لیزان و کریس و حتی اون سیستم حفاظت محلی یا هم حفاظت ملی اون محل رو براشون آغاز میکنه و همه در حال جستجو دنبال این دخترها بودن. در 2 اپریل سوابق تلفن این دخترها نشون میداد که چند بار سعی کردن با پلیس محلی اونجا تماس بگیرن ولی این اتفاق نیفتاده و قبل از اینکه موبایلش بخواد خاموش شه به نظر میرسه که برنامه آب و هوا رو چک کرده این دختر و توی سوابق موبایل لیزان که همون سامسونگ بوده دنبال شماره میزبان میگشته توی واتساپ و دنبال این بوده که لوکیشنشو ارسال کنه برای میزبان. ولی خب تا پایان روز شارژ گوشی این دختر به 1% میرسه، موبایلش خاموش میشه و هیچ خبری از این دختر دیگه نداشته. پلیس محلی جستجوی خودشو همچنان ادامه داده ولی خب هیچ خبری نشده و حتی یه هلیکوپتر کوچیک هم آورده بودن که محل رو بگرده ولی اون مسیر کارایی که بهتون گفتم پر از کارتله، پر از درخت کلا روش پوشیده شده و هیچ چیزی پیدا نیست. برای همین هلیکوپتر نتونسته خیلی کمک خاصی بهشون بکنه و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و همینطور هی تیم‌های جستجو بیشتر می‌شدن، آدمای بیشتری میرفتن، داوطلبات تعدادشون هی زیادتر می‌شده و هلیکوپترها هی میگشتن ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نمیشن. اما اینجا جایی بودی که نشونه‌های عجیب و کثیف این اتفاق داشته کم کم رو می‌شده. در 5 اپریل چند باری سعی شده بود که به موبایل کریس نفوذ کنن و چند باری رمز اشتباه رو وارد کرده بودن و در طول چند روزی که این دخترها نبودن 77 بار این اتفاق افتاده بوده و در 8 اپریل 7 روز بعد از ناپدید شدن دخترها یه دسته دیگه ای از عکس ها رو پیدا میکنن که اسمشون عکس های شبانه بوده. اولین عکس تصویر 511 که به نظر میرسه حدود ساعت 1:30 شب گرفته شده باشه. درختها جنگلی رو نشون میدن که به سمت بالا نگاه میکنن و قطره هایی تصویر رو پراکنده میکنن. بعضیا بر این باورن که این عکس داره به ما بارون رو نشون میده و بعضیا هم بر این باورن که این قطره‌های آبشاری که در اون نزدیکی قرار داشته. و قبل از هر چیزی بذاریم بهتون بگم که تمام عکس‌ها به صورت عمومی در دسترس قرار نگرفتن و یه چند تایشون رو پلیس نگه داشته و دلیلشون رو هنوز نمیدونیم. شاید به خاطر دلایل مجرمانه و کلا یه سری سرنخ‌های خیلی خوبی میتونسته ما بده ولی خب پلیس اونا رو عمومی نمیکنه و هر چی من گشتم دنبالش توی سایت‌ها بتونم چیزی پیدا کنم هیچ خبری ازشون نبوده. و یه سری از عکسایی هم که با دوربین گرفته شده بودن پاک شده بودن و دیلیت شده بودن و نمیدونیم که کجا رفتن و توسط چه کسی این اتفاق افتاده. عکس بعدی تصویر 541 به نظر میرسه که یکی از دخترها و یا شاید چونه این دختر باشه در حال نگاه کردن به بالای این دختر، یا همونطور که بعضیا اشاره میکنن میتونه عکسی از لیسان باشه که در حال لبخند زدنه به خاطر اینکه با عکس قبلی لیسان به خوبی مطابقت داره. با این حال اگرچه به خوبی با لبه های صورت اون مطابقت داره اما میتونیم ببینیم که کاملا مطابقت نداره و خیلی کامل نیستش و از این به بعد به نظر میرسه که عکس های شبانه فقط منطقه جنگلی درختان و زمین و آسمون رو به همون نشون میده. اما یه چند تا عکس وجود دارن که واقعا ارزش اشاره کردن بهشون خیلی زیاده. تصویر 550 شاخه‌ای به ما نشون میده که به نظر میرسه کیسه های پلاستیکی نارنجی به اون بسته شدن. برخی این تئوری رو مطرح کردن که این نوعی نشونگر برای این دخترها بوده که ببینن آیا دارن دور خودشون دور میزنن یا نه و یا توی دایره یا یه لوپی قرار گرفتن که هی دارن به اونجا میان و از اونجا میرن. چون بعضی وقتا شما وقتی تو جنگل گم میشی هی به یه درخت برخورد میکنی متوجه میشی که گم شدی، برای همین یه نشونه و مارک میذارن تا متوجه بشن که آیا هی دارن دور خودشون میچرخن، درست میرن، اشتباه میرن، چیکار دارن میکنن اون موقع شب. و واقعا این دخترها نترس بودن که تنها اون موقع شب و اصلا چطوری نترسیدن، استرس نکشیدن. به خدا موهای بدنم داره مرمور میشه. خیلی برام عجیبه که پر از کارتل بوده، اصلا حیوان بوده. واقعا عجیبه برام که با یه سری تنقلات آب به راحتی رفتن تو جنگل و واقعا نمیدونم چه فکری پیش خودشون میکردن. تصویر بعدی بهمون نشون میده که اشیاء مختلفی روی یه دونه سنگ یا یه دونه آینه نوعی تسمه و کاغذ وجود دارن و برخیا میگن که دختران به این ترتیب سعی میکردن که یه علامت SOS درست بکنن یا همون علامتی که هلیکوپتر یا کلا کسی میبینه از بالا متوجه میشه که اینا به کمک نیاز دارن و گم شدن و سریع میومدن کمکشون کنن، یا اگه کسی تو مسیر اینو میدید بالاخره متوجه میشد یه نفر به کمک احتیاج داره و سریع کمک خبر میکرد. بعضیا حتی
بخش‌هایی از کاغذ این تصویر رو با تصاویر دیگه که از چند روز قبل گرفته شده بود به طرز هوشمندانه‌ای تطبیق میدن و به عنوان مثال این تیکه کاغذ که روی سنگ قرار داشته با نقشه‌ای که دخترها چند روز قبل از پیاده روی مطالعه می‌کردن مطابقت میدن و در نهایت تصویر 580 چیزی رو بهمون نشون میده که به نظر میرسه پشت سر کریس باشه. ولی خب این موها برای کسی که 7 روز بوده توی جنگل حضور داشته یه مقدار زیادی تمیز بوده. بالاخره سرش رو گلی چیزی میذاشته، بارون میومده، آب بوده، خاک بوده و این موها واقعا نمی‌دونیم این تصویر برای کیه، کدومشونه و خیلی ذهنمون رو درگیر کرده بود. به نظر میرسیده هیچ آسیبی به سر این دختر نرسیده، چون خون یا حتی آبی به موهای این دختر نخورده. اگرچه تو تصویر شبای قبلی به نظر میرسید که بارون داره میباره، ولی خب تو همین حال تیم‌های جستجو، مخصوصا تیم‌های محلی، شانسشون تو پیدا کردن اثری از این دخترها داشته کمتر می‌شده و با افزایش تیم‌های جستجو و پیدا نشدن دخترها کم کم مردم هم داشتن امیدشون رو از دست میدادن که شاید اصلا این دخترها توی جنگل نیستن و هیچ امیدی دیگه نداشتن. با این حال یه خبر و اتفاق خیلی جالب میفته. 2 ماه بعد ناپدید شدن این دخترها یه خانومی در 11 ژوئن میاد خبر میده که یه زن محلی کوله پشتی دخترها رو در پایین رودخانه‌ای به نام کولابره پیدا کرده و ما متوجه میشیم که این کوله پشتی از عمد خشک شده، یعنی یه بار خیس شده و دوباره خشک شده و اینجا جایی بوده که تازه مقامات میان و یه سری سرنخ‌هایی راجع به این دخترها پیدا میکنن که چه اتفاقی براشون افتاده. در کوله پشتی یه دونه دوربین دیجیتال کنن، هر 2 موبایلای دخترها، 2 لباس زیر یا اسمشو نمیخوام بگم به فارسی چی میشه برام زشت احساس میکنم و $88 پول نقد و چیزهای دیگه پیدا میشه. ولی چیز عجیبی که اینجا اتفاق افتاده بود این که با اینکه این کوله پشتی چندین کیلومتر توی رودخونه خیس شده بوده و همینطوری داشته میرفته، کیف و محتویات داخل اون بدون هیچ آسیبی پیدا شدن و چیزی که متوجه میشن اینه که از کوله پشتی تونستن 13 مدل دی ان ای پیدا کنن که این واقعا غیر قابل قبول مال من. و این دی ان ای هایی که گرفته بودن با هیچ نمونه دی ان ای مطابقت نداشته، نه با دی ان ای کریس، نه با دی ان ای لیزان و نه هیچ آدم دیگه ای. فقط متوجه شده بودن که دی ان ای 2 مرد روش بوده، 2 زن بوده و چندین افراد ناشناس که توی دیتابیس که مشاهده کردن هیچ کدوم از این افرادی که دی ان ایشون رو برداشته بودن سابقه جنایی نداشتن که قبلا ثبت شده بوده باشن و هیچی به هیچی. بعضی از افراد به این تئوریا رسیدن که شاید دی ان ای این دختر رو توی اون رودخونه شسته شده باشه، برای همین پیدا نشده و خب به جز این دخترها آدمای دیگه‌ای هم بودن که دی ان ایشون روی این کوله پشتی بوده و قطعاً اونا هم دی ان ایشون شسته شده توی این رودی که بوده. برای همین مقامات میان روی جایی که کوله پشتی این دخترها پیدا میشه تمرکز میکنن و شروع میکنن به پیدا کردن یک سری از بقایای انسانی. اونا کفشای با استخونای داخل اونا به همراه بخش از استخونای لگن و یه شلوار جین پیدا میکنن و زمانی که کالبد شکافی روی استخونه انجام میشه و تایید میشه که پا متعلق به لیزانه و لگن و شلوار جین متعلق به کریسه و با این حال زمانی که این اتفاق میفته منجر به این میشه که سوالات خیلی عجیب و غریب و بی‌پایان بیشتری برای ما به وجود بیاد. کالبد شکافی و پیدا کردن بقایای استخونه داخل کفش به ما نشون میده که پا به طور کامل شکسته و هیچ اثری از بریدگی، ضربه خوردن و یا وجود داشتن گلوله روی این استخونه‌ها وجود نداشته و صرفاً خورد شده بوده این پا. برای همین علت این مرگ دختر اصلا دلیلش مشخص نبوده و شکستگی‌های لگن کریس انقدر عجیب بوده که همینطوری سوالات بیشتری برامو پیش می‌آورد. چرا که متوجه شدن که کریس یه بار خیلی سنگینی روش بوده، مثلا انگار 1 تن آجر بندازن روش، یا توی یه دونه تصادف انگار لگنش شکسته بوده زمانی که کالبد شکافی میکنن ازش، یا انگار از یه ارتفاع خیلی بلند مثلا 40 متری این دختر رو پرت کردن پایین که لگنش اینطوری شکسته، چون غیر ممکن بوده به اون سرعت به اون صورت بخواد لگن خورد بشه. این استخون به طور کامل سفید شده و تیکه هایی از فسفر روی این بخش پیدا میکنن. سفید شدن استخون توی این حد با عناصر طبیعی مثلا خاک و آب یه چیز غیر ممکنه، اونم توی اون مدت خیلی کوتاه و بعدها توی ماهای آینده تیکه های دیگه از استخونای این دختر پیدا میشه که مال رونش بوده و یه سری از مفاصل دیگه‌اش که متوجه میشن اونا هم سفید شده بودن. جستجو و اکتشافات خیلی اطلاعات زیادی به ما نمیده و ما متوجه نمیشیم که این دخترها چه اتفاقی براشون افتاده. برای همین فقط متوجه میشیم که اونا مردن و میایم و تمرکزمون رو
روی تصاویری که از اونها داشتیم میذاریم. اول از همه اسم فایلای تصویر بوده که میتونیم بفهمیم که مثلا ایمیج 508 یا تصویر 508 آخرین تصویر روز بوده و ایمیج مثلا 511 اولین تصویر شبمون بوده و الان میدونیم که تصویر 510 وجود داره اما هنوز برای مردم و به صورت عمومی منتشر نشده و با این حال تصویر 509 هم هیچ خبری ازش نیست و انگار نه انگار که وجود داشته. بذارین یه چیزی رو راجع به دوربینای کنون یادتون بدم. اول از همه وقتی شما یه تصویری میگیری به نام تصویر 40 و عکس بعدی رو میگیری میشه 41، تصویر 42 و تصویر 43. وقتی مثلا 41 رو میگیری حذفش میکنی تصویر بعدی دوباره نمیشه 41، از 40 به 42 میری و الان ما اینجا تصویر 509 رو گم کردیم و نمیدونیم که چه اتفاقی براش افتاده و کار مقامات هم نبوده، یعنی وقتی اونام پیدا کردن چیزی داخل دوربین نبوده و اینجا یه ذره واقعا بدنم مرمون میشه هی تعریف کنم چون خیلی ترسناکه این اتفاق. به ما ثابت میکنه زمانی که این دختر رو پیدا شدن دوربینو کی گرفته یه تصویر یا عکسی با این دوربین گرفته که با کامپیوترش این تصویر رو دیلیت کرده و شاید یه سری شواهد و نکته هایی از جرم و جنایت که برای این دختر اتفاق افتاده بوده داخلش قرار داشته و ما هیچ وقت قرار نیست بدونیم که چی بوده توی اون تصویر. بعضیا معتقد بودن که توی گرفتن عکس‌های شبانه این دخترها چون چراغ قوه نداشتن نیاز به یه دونه چراغ قوه داشتن، برای همین از نور این دوربین به عنوان فلش استفاده می‌کردن و خب بعضیام به این باور بودن که خب اینا توی یه جون جای ثابت بودن، مثلا برای چی به فلش نیاز داشتن و یکم ناراحتم چون شاید این آدمایی که اینا رو پیدا کرده بودن و کشته بودن با نور همین فلشه تونسته بودن گیرشون بندازن و خیلی حالمو خراب میکنه و بیشتر ناراحت میشم هرچی بیشتر جلو میریم. و شما تصور کنید شب توی جای تاریک هستید، یه جای جنگلگونه است و تعدادی آدم‌ها رو میبینید که از دور آروم دارن بدون صدا بهتون نزدیک میشن. خیلی ترسناکه. خیلی هم بر این باور بودن که شاید این دختر از فلش برای علامت دادن به هلیکوپترها استفاده میکردن که من بعید بدونم که شبها برای گشت رفته باشن بیرون و این کارو معمولا تو روز انجام میدن هلیکوپترها و اصلا هنوز نمیدونیم که واقعا چه اتفاقی برای این دختر افتاده بوده که اصلا شاید خودشون هم این عکس‌ها رو نگرفته بودن. میدونین چرا؟ چون خیلی راههای دیگه بوده که میتونستن به پلیس علامت بدن، داد بزنن، فریاد بزنن، فلششون رو به یه جایی بگیرن، نوت از خودشون بذارن، از خودشون فیلم بگیرن و تعریف کنن که چه اتفاقی داره براشون میفته، از جایی که درش حضور داشتن عکس بگیرن، نه از آسمون و درختا، از اون تیکه از اون منطقه‌ای که داخلش حضور داشتن و هی سوالات بیشتری برای ما به وجود میاره که واقعا چه اتفاقی افتاده برای این دوتا دختر. و محلی که عکس‌های شبانه داخلش گرفته شدن تا به امروز هیچ تاییدی راجبشون نشده. توهم سنگین زدم، روانی شدم. تئوری هایی که راجب این دخترها هستش توی دو دسته قرار میگیرن. اولیشون میاد راجب این صحبت میکنه که این دو تا دختر توی اعماق جنگل گم شدن، راهشون رو پیدا نمیکنن، توسط حیوونا خورده میشن یا مثلا با پلیس تماس میگیرن، اون یکی دختر مثلا از پیش این یکی میره تا بره مثلا کمک چیزی بیاره براش و جفتشون گم میشن، تصمیمای غیر منطقی پیدا میکنن و کلا خیلی هول کرده بودن از اونجایی که هلندی هم بودن و با طبیعت وحشی هیچ آشنایی نداشتن. ولی مقامات هلندی بر این باورن که این دو تا دختر مثلا داشتن از یه جای عبور میکردن، شب بوده جلوی پاشون ندیدن، مثلا تو این دره ها افتادن، برای همینه که جنازه این دختر میگن مثلا متلاشی شده و ترکیده. ولی خب سوال اینجا اگه واقعا اتفاق افتاده چطوری چند بار رمز گوشی این دختر به صورت اشتباه وارد شده و یا چرا استخونش سفید شده یا جای گاز گرفته روی بدنش نیست اگه حیوان خوردتش و چگونگی متلاشی شدن و ترکیدن استخون لگن این دختر رو اصلا توضیح نمیده. و والدین کریس هم به این مسیر میرن تا ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده و متوجه میشن که کلا یه دونه مسیر بوده و هیچ مسیر دیگه‌ای وجود نداشته به جز مسیر اصلی. نظریه خیلی بدتر هم اینه که پلیس اونجا باور داشت که این دخترها تو مسیر به سری از کارتلا خوردن، ربوده شدن و سپس کشتنشون، چون 25 تا مسیر و کل منطقه رو میگن ما اینا گشتن و هیچ چیزی از این دخترها پیدا نمیکنن جز بقایایی به جا مونده شد. و خیلی هم باور دارن که اگه واقعا گم میشدن خیلی هم میتونستن به این دخترها کمک کنن، چون آدمای عادی، کشاورزا و کسایی که گاو داشتن از اون مسیر کلا خیلی عبور میکردن و بالاخره یه نفر اینا رو میدیده یا اینا میتونستن از کسی کمک بگیرن. برای همین خیلی احتمالش کمه که گم شده بوده باشن و این اتفاق بهمون میگه که چرا این دوتا دختر
پیدا نمیشن. و خب بذار یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، کسایی که توی این داستان هم دخیل بودن خیلی سریع کشته میشن. برای مثال اون راننده‌ای که این دختره رو در اول مسیر پیانیست پیاده میکنه، مثل اینکه یه نفر تو راه نگهش داشته بوده، بهش گفته بوده که دختر رو کجا پیاده کردی و این دختر رو انگار میرن و یعنی افراد میرن و دختر رو به مهمونی دعوت میکنن. این تئوری که داشتن و میگن که زمانی هم که دختر میرسن به اون مهمونی جفتشون رو میگیرن و همونجا میکشنشون. این کارتر. و 1 سال بعد هم راننده توی یه حادثه خیلی نامعلوم، چون این داستانی بوده که راننده گفته بوده، و توی حادثه خیلی نامعلومی توی رودخونه غرق میشه و خیلی بی دلیل به راحتی کشته میشه و هیچ خبری ازش نمیشه دیگه. و بعدش به این باور بودن که باند و کارتلی که وجود داشته عکس‌ها رو پاک میکنه، یه سری عکس‌های شبانه الکی میگیرن و سعی میکنن که با استخون، یعنی سفید کردن استخون رو بیان موضوع ماسمالی کنن و تمومش کنن بره، که میگن هیچ داستانی وجود نداره. و سوال این بود که اگه واقعا دخترها ربوده شدن، چرا باید اون افراد اجازه بدن که چند بار با 911 تماس بگیرن؟ و گفتم مجرم‌ها احتمالاً چند بار تماس گرفتن که وانمود کنن که فقط مثلا این دخترها گم شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده. و خلاصه انقدر این پرونده پیچیده بوده که ذهن همه رو درگیر میکنه و واقعا براشون سوال بوده کاراگاه‌های اینترنتی که چه اتفاقی براشون افتاده. اول از همه بهتون بگم نمیدونم چرا ویدیومون کامنت نداره. اگر این ویدیو رو میبینی حتما همین الان کامنت برای من بذارید، مهم نیست چی بنویسین. دو اینکه بابا این ویدیو رو لایک و ساب کنین. دوربین کنون دختره همینجوری تو هلند داشته و هیچ کاری نمی‌کرد، کنون داشته و می‌خوام بخرم با لنزش 500. یه پسر 20 ساله یه بلای خیلی عجیبی سر مامان خودش میاره. چند تا پرونده جنایی کوتاه رو توی قالب یه ویدیو که هیچ وقت حل نشدن و مردم هیچی راجبش نفهمیدن براتون گذاشتم و این پایین براتون ساجست میشه و روش کلیک کنین تا بریم ببینین و ازش لذت ببرین. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته بوده باشین. عاشقتونم خیلی زیاد. فعلا شبتون بخیر. علی مدد. خداحافظ شما.